در شهر دوشنبه مراسم سوگندیات‌کنی کورسانتانی صلح اولیه اکادمی وزارت کارهای داخلی، کالج میلیتسیا با قرارگاه در شهر کلاه و کالج تکنیکی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی با قرارگاه در ناحیه دنقره با اشتراک رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و کارمندان و آموزگاران اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. محمد اقبال عبدالمجید و اسدالله قربان با تفصیلات بیشتری موضوع. در چاره‌بینی رهبریت وزارت کارهای داخلی، هیئت کارمندان میلیتسیا و پدران و مادران کورسانتان اشتراک نمودند. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. سپس کورسانتان در نزد حاضرین با تنتنه سوگند صداقت یاد نمودند. رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ذکر نمودند که خدمت به دولت و ملت، حمایت مرز و بوم آن و حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان برای هر فرد وطن دوست افتخار است و روی آوردن جوانان به خدمت در مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختارهای نظامی از حس بلند وطن دوستی و افتخار ملی داشتن آنها درک می‌دهد. زیرا در شرایط کنونی جهانی هر یک شهروند مملکت نوابسته از ملت و نژاد و موقع اجتماعی و سیاسی بهر حفظ مرز و بوم وطن باید همه طرفه آماده باشند. خوشبختانه پایه‌های دولتداری جمهوری تاجیکستان در 33 سال استقلالیت دولتی مستحکم گردیده مرز و بوم آن را سرحدبانان شجاع ما به طور آماده باشی حمایت می‌کنند. اکادمی میلیتسیا وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان امروز یکی از مکتب‌های با نفوذ عالی مملکت بوده با ساختارهای مقامات حفظ حقوق مملکت کادرهای بالایقت را آماده می‌سازد که برای تحکیم صلح و ثبات و تنظیم و امانی مملکت سهم نظر دارند. در ادامه چاره‌بینی از جانب کورسانتان یک چند مشق‌های نظامی به نمایش گذاشته شد. مارش تنتنوی خاتمه بخش چاره‌بینی با شکوه سوگندیات‌کنی گردید. محمد اقبال عبدالمجید، اسدالله قربان، دوشنبه خبر.